وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 20 اپریل و صبح 21 اپریل در 3 صدمه در راههای جمهوری 5 نفر جان باختند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله 20 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 راننده افت-ماشین بارکش تمغه دولان شمسیف ابیبالله سال تولدش 1989 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه دیوشتیج به افت-ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده قلدوشف مامور نورالیویچ سال تولدش 1963 ساکن نویه اسپیتامین برخورده است. در نتیجه مسافر افت-ماشین اوپل استرا ددبای و زورو سال تولدش 1963 ساکن نویه اسپیتامین جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق صبح 21 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 08:15 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا نصرالله طالب جان یونسوویچ سال تولدش 1990 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت از سمت ولایت سوغد به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 21 شهرهای دوشنبه خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده به افت-ماشین بارکش تمغه شکمن تحت اداره راننده اسرائیلوف سفر سال تولدش 1970 ساکن شهر ایسار برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا نصرالله و مسافرش نصرالله تیمور سال تولدش 1988 ساکن شهر استرافشان جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. همچنین صبح 21 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 08:00 راننده افت-ماشین تمغه خوندای سالیاریس خلیلزاده ربانی بهرام سال تولدش 1992 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت نویه فیض‌آباد به سمت شهر وحدت در شهرهای وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمد و به افت-ماشین تمغه اوپل ویکتور تحت اداره کریموف کرامت الله سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده بعداً به افت-ماشین تمغه تویوتا کامری تحت اداره راننده اوریپوف بهادر سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه اوپل ویکتور کریموف و مسافرش سعدالله‌زاده مصطفی سال تولدش 1973 ساکن دهه 5 جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر افت-ماشین مذکور اسماعیل و مدینه سال تولدش 1998 و مسافر افت-ماشین تمغه خوندای سالیاریس سعید افتویر سال تولدش 1973 ساکن شهر وحدت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 41 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف با اتهام دزدی مال و ملک روزگار به مبلغ 160,000 سومانی از منزل یک ساکن این نویه خبر داد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه باباجان غفوروف با عریضه مرد 69 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که در دوام از ماه اکتبر سال 2021 تا ماه فوریه سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 160,800 سومانی را تشکیل می‌دهد. وزارت کارهای داخلی گفت ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 41 ساله ساکن نویه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. چند پیش در اینترنت ویدیوی لحظه دوچرخه را دزدیدن یک جوان نشر شد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 22 اپریل خبر داد که کارمندان میلیس پایتخت تاجیکستان با کمک شهروندان توانستند این دزد را معاین و دستگیر کرده یک سلسله جنایت‌های دزدی را آشکار کنند. بنا به اطلاع رسمی کارمندان میلیس معاین کردند که جوان در نوار انعکاس یافته شهروند زوایتوف رستم فرقاتوویچ سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی می باشد. در اطلاع گفته می شود ضمن پروسس و پیشبرد کارهای تفتیشاتی معاین کرده شد که نامبرده در 3 حالت جنایت دزدی دست داشته دوچرخه‌های شهروندان را با روی پنهانی تصرف نموده است که در عموم به جبر دیدگان به مبلغ 6,000 سومانی ضرر رسانیده است. از جمله سانه 26 ژانویه سال 2022 او یک عدد دوچرخه ساکن پایتخت را از انبارخانه منزل استقامتیش واقع در کوچه میر که ارزشش
3000 سومونی را تشکیل میدهد تصرف نموده از جای حادثه فرار کرده است. فعلا رستم زویتوف در حبس پیشکی قرار داشته. نسبت به او بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. به او بر اساس این بند قانون از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند.